به احتمال 200,000% چیزی که دل ما به صورت 100% میخوادش چیزی نیست جز یه دونه کیلومتر با صفحه لیدی. یعنی از 0 تا 100 عددا توش روشن میشن، نه اینجوری که نور زمخت باشه اون سیاهی رو روشن کنه. حالا اگه قبلا یادتون باشه من اومدم یه ویدیو گذاشتم که نون گذاشتم ولی نون جواب نداد. حالا امروز اومدم با یه ترفند ناب، یعنی مردم میشناسن کیلومتری که روی موتور من بود و الان دیگری روشه که ویدیوش هم داخل کانال گذاشتم. حالا این کیلومتر رو اگه یادتون باشه اومدیم نون گذاشتیم زیرش و الان میخوام LED بلوکی بذارم زیرش. چرا؟ چون LED بلوکی نور بیشتری داره نسبت به نون و بهتر روشنش میکنه. LED بلوکی آبی گرفتم، این نمور کیفیت پایینه. حالا ممکنه مال بعضی رو موتور باشه ولی مال من خب از اون موتور بردمش پایین. یه دو پهلو یا 4 پهلو بردارید، پیچا رو به صورت تک تک باز کنید. ویدیو این مکانی هم که الان دارم توش ویدیو رو میگیرم گذاشتمش، قراره بشه یه جایی که توی زمستون که از رگ گردن به اون نزدیک‌تره، یک مهر و صف و کلاس و مدرسه اینجا ویدیو بگیریم دیگه، نریم تو سرما و یخ مندون. اینو که باز کردید این به این شکل میاد بیرون. حالا میتونید زیرش هم دستمال چیزی بکشید، این اینجوری میگیرید میاد بیرون. این تمام کیلومتر شماست. این میشه قاب بالایی قاب پایینی که این هولوش 100,000 تومان دوتاشون میشه. شما کاری با این ندارید. این دوتا هیچ حرکتی نمیخوایم این دوتا بزنیم. میذاریم یه گوشه، اینو میذاریم کنارش. حالا میریم سراغ. اول باید عقربه رو جدا کنی. یه چیزی که همیشه برای من سوال بوده توی این کیلومترها، وقتی میخوای عقربه رو جدا کنی کلا توی کیلومترهای عقربه‌ای این پیشگوشتی میاری، حالا یه جای دیگه این پلاستیک قطع میشه، اینو باید بندازی زیر اون یکم فشارش بدی تا بیاد بالا. اگه عقربه‌هاتون فابریک باشه خیلی سخت در میاد. حالا مال من عوض شدن زیاد سخت در نمیاد. اونجوری آزاد کردی بعد پیچ داره، پیچ رو باز میکنی و آزاد میشه. که باز کنی اینا به این شکل در میاد و نگاه کنید پشت کیلومتر من سبز، حالا خودم اوماژیک آبیش کردم به کنار. الان اگه ببینید میبینید که من دوتا از همین SMD هم آوردم گذاشتم اینجا، ولی اینا نور خوبی ندارن. چرا؟ چون رنگش آبیه. وقتی میخوای بذاری زیر عقربه، اگه بخوای رنگی باشه بعد عقربت سفید باشه، ولی اگه نمیخوای رنگی باشه باید عقربتون بعد الیداتون سفید یا زرد باشه. حالا مال من اینجوریه. نگاه کنید میبینید که من اومدم اینو الان آزاد کردم. خب و الان اگه من بیام این جالامپی رو دوباره لایم کنم به این کیلومتر صورت فابریک بسته میشه، اینا رو هم میکنم. ولی از اونجایی که من میخوام از اینا بذارم زیرش بعد بیام باز کنم اینا رو دو تا اینور، یکی اینور اونور، یکم این وسط جا بدم سیماشو همینجوری که هست بذارم و ببندمشون روی این، برم جاگذاری کنم برگردم. هرچی تلاش میکنم تا جا نمیشه، پس میتونم بگم از اونجایی که هرچی تلاش کردم و این دوتا جاشون نشد تو این سه تا، مجبورم دو تاشون استفاده کنم. یعنی یکیشونو بذارم این طرف، یکیشونو بذارم این طرف. امیدوارم فقط چیز خوب بده تحویلم. جایگذاری کردم یه اینجور شکلی شد و الان دو تا اینور اونور داریم. سومیه اینهاش اگه بخوام اینو جا کنم اینجا میبینید که گیر میکنه به این دوتا و اینجا جاش نمیشه، پس همین دوتا کار ما رو راه میندازه. الان باید صفا رو ببندیم، صفا رو بعد اینجوری بذاریم روش و شروع کنیم با بستن پیچاش. طوری که بودن اونجا جایگذاری کردم و یه نور ناز و مامان داده تحویلم، یه جوری که خوشم میاد بشینم نگاش کنم و دوست ندارم جمعش کنم. برای اینکه شما این کارو بکنید همینجوری بسه و یه سوراخ اضافه این طرف بزنید، سیما رو بتونید ازش بیارید بیرون و سیما رو میارید میبندید. اگه هم بخواید رنگشو بدونید، این سبز منفی قهوه‌ای مثبت اینا رو که به هم وصل کنید داخل LED بلوکی هم که تو میخری، سیم سفید با خط قرمز مثبت، سیم سفید با خط مشکی منفیه، وصلشون میکنید به هم. حالا اینجا میتونیم نوار چسب بپیچیم، میتونیم هم وارنیش بزنیم. وارنیش بزنید تمیزتر در میاد یا همون روک حرارتی، عمرش هم 3 برابر میشه. نه به صورت سوکت به سوکت جا میره و هیچ تغییراتی تو باطنی کیلومتر تو ظاهری کیلومتر وجود نمیاد، فقط تو باطنشه چون سیماش معلوم نیست. اینا رو من روک حرارتی گرفتم و الان وضعشون اینجوریه و الان بعد به مثبت منفیشون رو وصل کنیم و چون LED مثبت منفی جا به جا بزنی روشن نمیشه. برای وارنیش گرفتن اول می وارنیش از توی سیم رد میکنیم و بعد از اینکه از توی سیم رد شد میاریم دو رشته سیم رو به هم میپیچونیم. بعد از اینکه رشته سیم هم پیچونیم به این شکل در میان و حرارت میگیریم و جمع میشه. اگه زیاد حرارت بدید حالت خوش رو از دست میده، پس حرارت آنچنانی بهش ندید. این ویدیو رو که دیدی امیدوارم ازش لذت برده باشی و کانال رو حتما ساب کن. این ویدیو رو هم حتما لایکش کن، یعنی این ویلاخ کم بیرنگ و سفیدش کن واسم
و یه کامنت معنی دارم بذار، بریم واسه ادامهش. از اونجایی که تصمیم گرفتم این کیلومتر کاملا به صورت فابریک جمعش کنم و فقط 2 تا LED باشه برای اینکه تمام درش رفتم 2 تا عقربه فابریکی هم خریدم و بریم آموزش جا زدنشون هم ببینیم. رفقا و مشتیا، بعد از اینکه اینو اینجوری کردید یه تا این مرحله پیش اومدید، نوبت جا زدن عقربه های که حالا این فلش اینو خاموشش کنم. بعد اینکه اینو اینجوری کردید نوبت جا زدن عقربه. برای جا زدن عقربه این زیرشو، این آهنیه، فوکوس کن عزیزم، این نوکش، اینی میذاره روی این سوزنه و بعدش میذارش روی صرف و روی صرف که هست فشارش میدی. بعد وقتی میچرخونیش به صورت کامل به سر جاش، اینم قشنگ فشارش بدی تا قشنگ جا بره. خب حالا اگه اینو ببینید که یه روی صرف و میمونه. رفقا یه نکته که وجود داره، اگه بخواید که این خلاصیه مثلا اضافه خوندن کیلومتر رو بگیرید، میتونید اینو بذارید روی صرف، کم بیاریدش پایین‌تر، اینجوری اختلاف کم میشه. اگه زیاد بیاریدش خودش دچار مشکل میشه دیگه، این داره هیچ سرعت نشون نمیده. پس میذارید روی صرف، یه کمی میاریدش پایین، این میشه رخ کار ما تا اینجا. خیلی خوشگلان، تو گوشی اینقدر مزخرف میفته. رفقا من این قاب بالا رو شستم و الان طور که میبینید برق میزنه و الان بذاریم میشوین به همچین رخ فابریک و خوشگلی میرسیم. اینو میذاریم روی اینو شروع میکنیم به بستن پیچا. قبلش هم حتما نگاه کنید که عقربایی که تنظیم کردیم مستقیم روی صرف باشه. اینکه تمام کارا رو انجام دادیم، بعد ببین خروجی که از اینجا داریم و امثال اینها رو کپ کنیم که آب یا توز یا هر چیزی واردشون نشه. تمام شد، اینو میذاریم روش و پیچاشو شروع میکنیم ستا بستن. این شد از رخ بیرونی و اینم رخ پشت کار و رخ داخلی. الان باید بریم آچار به دست بشیم تا کیلومتر از اون موتور باز کنیم. خودتون مقایسه کنید کیفیت قاب این با قاب این، اصلا زمین تا آسمون تفاوت دارن. اول بعد کاسه چراغ رو باز کنیم، پیسکوتا رو آزاد کنیم، بعدش هم این دوتا رو باز کنیم، دوتا پیچ این زیر مال دور موتور کیلومتر، اونا رو آزاد کنیم. میخوام یه چیز نشونتون بدم. الان اگه نگاه کنید من سوکت نری این به اون بود و از اونجایی که میخواستم اگه بعدن نیت کردم کیلومتر عوض کنم نرم سیم کشی خود موتور رو خراب کنم، اومدم اینا رو فیش دونه دونه زدم جا و چسب پیچیدم دورشون. یه کار غیر اصولی کردم. خب الان سیم کشی کیلومتر، این کیلومتر به صورت کامل آزاده. الان من اگه این کیلومتر رو بردارم سوکتش جا بزنم، گلگیرم زرد از حالی شده بگذاریم، تو شب این کیلومتر یه همچین رخ میده بهتون، رخی که آدم عشق میکنه و نگاش میکنه. تا این خیلی بزکه، اینو بندازیم روش. اونجا که سویجم وصل بیم سیم کشی سویجم آزاد کنیم. این الان دست سیم مال کیلومتر که الان به صورت کامل آزاده. اینا مال دنده شمارش، نگید از قبل کجا بود، اصلا وصلش نکرده بودن دنده شمارشو. اینجوری میاد بیرون. حالا چرا دارید به خودتون میگید که چرا بعد این همه زحمت داری موتور فابریک میکنی؟ ولی خب تو ویدیو آینده میبینید بالاخره هر کاری بی حکمت نیست. الان اونجا آزاده و مال چیز بود که درآمد دوی نداره، جاش میزنم. چیز مال چیز بود، همه چیز ایرانی. سیم سویچ کلن 4 تا سیمه، یه مشکی داره که مال برق باتریه که اینا رو ازش جدا میکنی. ولی شانس من در رو میاد. این که آزاد شد میه سراغ سیم های بعدیش واسه سبز خط زرد که اینه، ازش آزاد کنیم. مال منفیت دارید. الان دیگه من سویچ باز کنم که سویچ رو مدار نیست، البته هیچی روشن نمیشه. الان اینا رو که باز کردیم میرسی به سیم قرمز. سیم قرمز هم مثل همین کشی بیرون، سیم مشکی با خط سفیدم به همین شکل میکشی بیرون و دست سیم سویچ هم آزاد شد. الان فقط بعد این پیچا رو باز کنیم تا بتونیم کیلومتر بکشیم بالا. بعد از اینکه این کار انجام دادید میاد اینو برعکسش میکنید و میرسید به اینجا. واسه اینکه سویچ داره از روی کیلومتر قدیمی 2 تا خار اینجا داریم، یکی این طرفه یکم روبروش این طرفه، یه 2 پلو چیزی میندازی این درز و اینو آزادش میکنی به این شکل در میاد و یکم باش بازی میکنی تا کامل دراریش. بعد اینکه در آوردیش این کیلومتر قبلی رو میذاری این طرف و می رو این دیگری. یه چیزی که خیلی تو مخمه و یک موتوری هم بود میخواستم بخرمش
اساسی ما از اون رد کردیم، ولی یه چیزی که خیلی رو مخ مخصوصا خودم میره، وقتی میخواید اینو جا بزنید آقا اصلا خودش خار داره هیچ، خب باید طبق این خار تنظیمش کنید. حالا من اصلا کاری با خارش ندارم، ولی وقتی میخواید جا بزنید آقا آقای مکانیک، آقای برادر، آقای موتور سوار، تو خدا اینو بذار بالا ستش کن، نه این آفو. وقتی میذاری سویچ باید کج بکنی زش میشه. همون جوری که یک جوری همیشه کار کنید که اصلا معلوم نباشه خودتون در زدی. هر کی از دور نگاه کرد فکر کنه یه مهندسی کسی بوده. بذارید این بالا، اینو فشار بدید و اینجوری این هم رأس این باشه. الان اگه نگاه کنید میبینید که من اینو اینجوری فیت زدم جا، وقتی سویچ باز کنم سویچ صاف میشه. ولی موتور بدون کیلومتر زشته. اگه کیلومتر هم ندارید کیلومتر فیک ببندید. فیلمو بدبختی اینو جا زدم ولی این شکلیه. بیایم پایین، از رخ جلو این شکلیه. دست سیما رو اینجا رد کردی. بعد اینکه این از اینجا رد شد، این سوکت این اول جا میزنی که بدونی خود با خود چندی. نه اول نگاه این کنید، مثلا زادش این طرف، این سوکت باید بچرخه این طرفی بشه تا با این مچ بشه و جا بره. حالا اینجا رفی سوکت هم میاری میذاری این پشت مشتا، چون هدلاید دارم بعد داخل کاسه رو قضا جک میدارم سیما رو بدم این برابر و اینجا باید خالی باشه. خب الان میرسیم به سیم کشی سویچ. اینجا شما کلا چند تا سیم دارید. یه سبز دارید که برق بدنتونه. من سیم هدلایت هم بزنم سرشو بزنمش جاش، وصلش کنید به بدنه و یه ارتی سبز یک وجود داره. تمام سیم های دست سیم سویچ بجز این یه دونه خروجی دارن، یه دونه ورودی دارن، ولی این دو تایه، این یکیش واسه برقه که از باتری میاد میره سر راهنما و سر سویچ و اینا، و دیگری هم که میشه این میره واسه قلبه. وقتی هدایت داره بندازیش روی مشکی، وقتی نداری وصلش کنید به همین زرده. که اینا رو بسید قبل از این که موتور رو روشن کنید و برید دور دور و خوشگذرونی، سویچ بسی تست بگیرید. حالا سویچ هم باز کنم هندل بزنم، یعنی الان سویچ رو مداره. چراغ قرمه تستی بگیرم، چراغ جلو کار میکنه، راهنما سمت چپ کار میکنه، راهنما سمت راست کار میکنه، چراغ جلو هم نور پایین هم نور بالا کار میکنه، چراغ عقب هم وصله، استاپ ترمز کار میکنه و پشت آمپر چیز هم همه کار میکنه و یعنی کار درست. الان باید بیم اینجا رو یکم فضا رو خالی کنیم واسه اینکه هدلایت جا بدیم، چون هدلایت نموره بیچاره بچه قوله جاش نمیشه و اینکه اینجوری میشه تقریبا. حالا من جاش بدم همین وسط رو خالی کنید، اینجا حتما خالی باشه تا هدلایت هوا بکشه. از لحاظ ظاهری و باطنی بگم، از جلو همچین رخی داره، از کنار هم اینجوری و از بالا اینجوری. بله کیلومتر پشت آمپر به این خوشگلی ول کردیم چسبیدیم به چیزای زاغارت. خلاصه که هرچی فابریکش قشنگه. اول اینکه تشکر بده کارم با اونایی که لایک و ساب کردن و اگه تو هنوز نکردی لایک و ساب فراموشت نشه. اگرم میخوای بدونی که این کیلومتر قبلی که رو موتور بود، یعنی این از کجا اومد و چجوری ساخته شد، ویدیوشو داخل کامنت ها واسط پین میکنم، برو نگاه کن.